سلام، گیلدخت هستم. اهل رشتم و قراره براتون کلی آشپزی کنم. شهر من به شهر طعم و مزه‌های خاص معروفه و ثبت جهانی شده. این پیج منه و شما قراره تو این پیج مزه‌های رشتی تست کنید. برای عزیزایی که بنا به هر دلیلی نمیتونن آشپزی کنن، برای خودتون، برای مهمونی یا دور همیاتون با عشق غذا میپزن. عزیزایی که تو محدوده اندیشه و شهریار زندگی میکنن میتونن از طریق صورت غذای پیج سفارش خودشون ثبت کنن. مرسی که همراه منین. لحظاتتون پر از طعم و مزه‌های خوب. چند زن میمره توی چکپ بزن لکو جان ایرای کش میکن انقدر میم رلش میکن انقدر میم رلش میکن یا. سلام، گیلدخت هستم. اهل رشتم و قراره براتون کلی آشپزی کنم. شهر من به شهر طعم و مزه‌های خاص معروفه و ثبت جهانی شده. این پیج منه و شما قراره تو این پیج مزه‌های رشتی تست کنید. برای عزیزایی که بنا به هر دلیلی نمیتونن آشپزی کنن، برای خودتون، برای مهمونی یا دور همیاتون با عشق غذا میپزن. عزیزایی که تو محدوده اندیشه و شهریار زندگی میکنن میتونن از طریق صورت غذای پیج سفارش خودشون ثبت کنن. مرسی که همراه منین. لحظاتتون پر از طعم و مزه‌های خوب. چند زن میمره توی چکپ بزن لکو جان ایرای کش میکن انقدر میم رلش میکن انقدر میم رلش میکن یا.